ورود جنگنده های J-10 چین به ایران. این فقط یه معامله نظامی نیست، بلکه یک نقطه عطف در روابط دفاعی تهران و پکنه. قراره با هم بررسی کنیم که این جنگنده ها چی هستن، چرا اومدن، چه تأثیری دارن و آیا واقعا میتونن توازن قدرت هوایی منطقه رو تغییر بدن یا نه. پس بیاین تا با هم بررسی کنیم. تصور کن صدای موتورهای توربوفن WS-10 تو آسمون شیراز میپیچه. جنگنده هایی با سرعت 2 ماخ، رادار ASA و موشک های PL-15 با برد بلند حالا در خاک ایران مستقر شدن. این فقط یک نمایش قدرت نیست، یک پیام واضح به منطقه است. ایران در حال بازسازی نیروی هوایی خودشه. اصلا چرا ایران به این جنگنده ها نیاز داشت؟ تحلیل وضعیت ناوگان هوایی ایران. 1. مدل های موجود: کوثر، F4، F5، میگ 29. 2. محدودیت های فنی: سن بالا، نبود رادارهای مدرن. 3. تأخیر در تحویل سوخو 35 از روسیه. 4. نیاز به بازدارندگی هوایی در خلیج فارس و دریای عمان. معرفی کامل J-10C، طراحی توسط شرکت هوافضای چنگدو. موتورهای WS-10B توربوفن با پس‌سوز، سرعت 2450 کیلومتر بر ساعت، برد پروازی 1700 تا 2000 کیلومتر، سقف پرواز 18000 متر، رادار ISA با توان کشف اهداف پنهانکار، سیستم جنگ الکترونیک پیشرفته، تسلیحات: بمب‌های هدایت شونده PL-10، PL-15، KD-88، قابلیت سوختگیری هوایی و پرواز در شرایط سخت. و اما پایگاه هوایی شیراز و چرا اینجا؟ پایگاه هوایی شهید دوران شیراز به دلیل موقعیت استراتژیک در جنوب ایران، نزدیکی به خلیج فارس، زیرساخت‌های مدرن، باندهای بلند، تجهیزات نگهداری، حضور احتمالی خلبانان چینی برای آموزش و احتمال مونتاژ داخلی در آینده را دارد. تحلیل منطقه‌ای و بین المللی. واکنش رسانه‌های غربی: الجزیره، رویترز، گلوبال تایمز. تحلیلگران چینی: اعتماد استراتژیک. رسانه‌های غربی: تهدیدی برای برتری هوایی آمریکا. نگرانی اسرائیل و عربستان. تثبیت ایران در بلوک دفاعی شرق: ایران، چین، روسیه. بررسی کارشناسان داخلی. استقبال از نوسازی ناوگان، تأکید بر خودکفایی دفاعی، احتمال مونتاژ داخلی در آینده، آموزش خلبانان ایرانی در چین. نقل قول‌های کارشناسان و تحلیلگران. انجمن استراتژیک پاکستان: ورود 10 فروند جنگنده J-10C به ایران تایید شده و این اقدام بخشی از همکاری‌های دفاعی در حال گسترش میان تهران و پکن است. مقامات چینی: ما آماده ایم جنگنده های J-10 را به کشورهای دوست از جمله ایران منتقل کنیم. این بخشی از تعهد ما به تقویت امنیت منطقه‌ای است. کارشناسان دفاعی در رسانه‌های داخلی:
استقرار J-10C در پایگاه شیراز نه تنها قدرت هوایی ایران را تقویت می کند، بلکه پیام روشنی برای دشمنان منطقه‌ای دارد. این جنگنده ها با رادار AESA و موشک های PL-15 تهدیدی جدی برای هر پرنده متخاصم هستند. تحلیلگر غربی در الجزیره: ورود J-10C به ایران چالشی برای برتری هوایی آمریکا در خاورمیانه است. این اقدام می تواند موازنه قدرت را به نفع بلوک شرق تغییر دهد. جنگنده J-10C با رادار AESA و موشک‌های PL-15 وارد ایران شده. به نظرتون این سطح از فناوری برای منطقه ما کافیه یا هنوز فاصله داریم با قدرت‌های هوایی مثل آمریکا و اسرائیل؟ اگه قرار باشه ایران بین سوخو 35 روسی و J-10 چینی یکی رو انتخاب کنه، شما کدوم رو ترجیح میدید؟ دلایل فنی یا سیاسی؟ اگه از این تحلیل‌های واقعی بدون اغراق و با گرافیک حرفه‌ای خوشت میاد، اگه به دنبال محتوایی هستی که نه فقط خبر بده بلکه عمق بده، پس همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله رو فعال کن و یه لایک پرقدرت بزن که بدونیم باید ادامه بدیم. و حتما تو کامنت ها بنویس به نظرت ورود J-10C به ایران یه نقطه عطفه یا فقط یه حرکت تاکتیکی؟ منتظرم نظرتون رو بخونم، چون اینجا صدای تو مهمه. و اما جنبندی: جنگنده های J-10C وارد ایران شدن، نه فقط به عنوان فلز پرنده، بلکه به عنوان نماد یک تغییری در توازن قدرت در مسیر همکاری های شرقی و بازتعریف بازدارندگی هوایی. آسمان منطقه دیگه مثل قبل نخواهد بود و این فقط آغاز ماجراست. منتظر بمون، چون ما خیلی چیزا برای گفتن داریم.